السلام علیکم یار دوستان محترم هواداری کانال. برای شما امروز مغازاری یکم چسکه امروز باشد 9 ایونی 2023 روبل روسی باشد برابر است به 132 سومانی و 50 درهم در بانک اسقاط. حاضر برای شما از نرخ و نوای همین مرغ‌ها و اینچین بعضی از نمود سبزیجات‌ها اینچین ارد و روغن پرسان میشیم تا اینکه شما نیست مهاجرا که ما رو نگاه میکنید با خبر شد از نرخ و نواهای بازار. رفتیم دوستان و از چیز نگفته نماند که تاکسی های به فر کمسمول من همین دمسچه ها همش خدمت خلق انده و علال خصوص انمی 4577 خانه به خانه گشته برای مردم خدمت مینه تا اینکه مردم که دورش رو نزدیک کنند دوستان. همین دمسه کمسمول روزهای جمعه باشد در نزد همین زفرافکه میستن، دیگر روزها در اسنافی حاجی امیر و خدمت انده و یک گروه دیگهش در بیرون است. اونها تنگینا روزهای جمعه کار میکنن. من ها یک خیلی بار میکشونن تنگینچه ها. قلچی چند شده باشه آجی؟ قلچی فقیره چند؟ گورنگه کلونا 45 سومون. فقیرچه مایدش 30 سومونی بود است، کلونش 45. بعد باشه دوستان رفته برایشون از نرخ نوای مرغ ها و ایندیکو با خبر میشه دوستان. اینا ایندیکه که چند شدن؟ چند؟ نره یا و؟ هر دشتن؟ 50 100 سومونی هر یک تاش موده هایم نه با چوجی کردم بروم نه بیاد 2 روز دیگه هاشو مونده. این خروسی که چند شد؟ جنگیه؟ چویا پوچکش کنیم؟ باش چی برم خیلی نه؟ ایسا جنگه بر روغان شو مولیدی از اون نکشن باید روغن مولیدی این واجیک چند شه؟ 80 سومون تخمه کنه. پس چی میفروشیش تخمه کنه؟ ها؟ تلفون میگرفته. این چوجا چندشه نه؟ چوجا ایندیوکه؟ دونش چند سومه؟ چند؟ یک تاش 50 سومه؟ این که یادش بیرم کنو این گریزن یک چوجر 50 سومه گفته. اینا رو هم ایندیوکه؟ اینا شندی؟ 12 خط داره هیچ کی نداره. نرخی بازار 10 سومی میشه. ها ایندیکا کلون چندی؟ 180 سومی. چوجه همینا ها 180 سومی است کلون. مرغ نخون من دخون کار کردم دیگه بیتن به همین مرغ دیر داشت ده حالی میگشتم. اینا کلی کردیم بیزه شده جو فیگوروش بیزه بود. اینا چند شدن آجو هر یک دونش؟ من بازار نفهمی شدم. دخون یک 10-15 فروخته. 70-75 که تا این جدن بازار 70-75 اینا همش موکیونه نه؟ موکیونه ها؟ ای شما که آدم گیرنده باشد با گم زنید که همین اندازه دخونشون 70-75 فروخته میگیرن اونو موسیقیش رازه فکرش کنیم اونو مولیش هم گفتنم من گفت 10 میگیرم گم نیستم 10 میگیرم خروس داشته خروس چی وقت خروس کردی؟ خالت بردار آخه مردم بین نه خروس ایت
یک درست دیگر همش ممکن است. دوست گپ حاجی شرایط چون نمیدست در همون خونه پویدن برای خاطر بزرگ پرواد. این خرگوش چند سوم شد؟ ها؟ بچه کی میشی؟ 100 تومانی بچه سیدولی خرگوش میخورد موده ها. این دوستا برای شما از نرخ نوعی مرغ بزرگ نوار کردیم. 13 سوم سنو که نباید پیاز چی؟ 3 کیلو ده. سبزی چی آجی؟ 4 سومون سبزی. پیاز هم ارزان شده 3 کیلوش ده 3 سومون 30 گرم. سلام. کارچکی چند شه؟ راسیسکی آیا؟ اینی وچی محلی؟ 6.5. ولی پیاز چند کارچکی هست آوری؟ منی آقای عبدالنبی خدمت مردم آنند نشان. من بخوری گرم دوغش خایو. گرم دوغش نگو تگی جاغش با. نجی دومی گوسفند خیمگی همش تایو. شلغم چند شد باشه آجی؟ 4 کیلوش 10 شلغم. همین کارچکی ممکن اصاب اینی باشه. آجی؟ همین آدم با سیانگ کارچکی زوره. میشه. چطوره سازه اسم تو خوی کارچکی جا باشه؟ ای ماشاءالله. با مزایدی ها دوستا؟ چند شده؟ 5.5 سوم در کارچکی ماچه کوهی. خدا بشه. این بیت یا وقت میزنه این بیت میپره در رو آوردن زد. تا 20 سومون 20 سومون آدم یا چی دادن؟ می چند شده؟ یکم کساگه بود بهتون نه؟ این وشخی چند؟ 4 سومون تخمی ماچه کوهی 5.5 سومون. مکبر گفت چند شده آجی کیلوش؟ 1 سومونه. کیلوش یه دونش یا کیلوش؟ کیلوش یه نه بوده ها این واش این چند بده؟ اینجا نرخش معلومش توش نی 15 سومونه بلغاری چند شد؟ 8 سومون کپوس چی؟ 2.5 سومون ده کپوس 235 سومون 235 یعنی گوه چی؟ 90 سومون کم بیکار نم داره دا؟ کم بیکار 75 هایی 70-75 من همین نرخ نوای بزرگ دوستا گوشه میوه‌جات و سبزیجات کپوس خیلی کیلوش فهمیدین 2.5 سومون بلگر هم فهمیدیم 8 سومون هندلکار فهمیدیم گفتیم هندلک شتوش نیایه شتوش نی 7 سومون 8 سومون بنان کیلوش چنده؟ گرم دوغش با تگی جاغش با بنان چند شد دیگه کیلوش؟ 25 سومون اولو ها چی؟ اولو 4 سومون اولو همیدو این سبا شیرینه یا نه؟ چندی شدی هم؟ زردالو چی؟ همیدو گلوس ارزان شده 13 سومون همیدار بودرین چی؟ 4 کیلو در نرخی بست ماشاءالله امروز برای شما از سبزوادات پرسان کردیم این دوستی عزیز ما تطبیق که جیوای ما دویم این بازارو با خدمت مردم خدا خصم کارشون خداوند برکات کرد
کسم کارو خداوند برکتی ها. الله اکبر جنازه چند شده این نخشوره؟ نخشورک کیلوش 14 سامان. نخشورک به تمام دیگه نازکی هاش. همین با دوغو بای من. سه سخت تشنه باشه دوغو هم بوده. دوغو فروش خودتی؟ سکنش چند سون؟ بهترین. مرا دوغا بی تیک دادیو. چی؟ تگی تیت در من. تگی توت گویه. تگی توت گویه. تگی تیت نه. چش کردم. هم به هر موقع اصیل داشت. یا ورد یا می رکلام یا ورد. مرا دوغا بی تیک دادیو. اکلاشکر روغن 60 سومونی بده دوستان من روغن 60 سومون 4 کیلو من 60 سومون یا مایده سومون برو خوده یک 30 سومون بود 2 کیلو خوب یک 70 سومون بوده سو 70 90 گفته ده 75 87 سومون لحمش این دومی گوسفند چیه؟ دومی گوسفند لحم چند لحم 87 دنبر چند گفته؟ 90 سومون دنبر خیلی هم مزه ششه چه بوده مزهش؟ به مزه؟ چند شده ای آجی تربوز؟ کیلو بایا؟ بسم الله این تیمه بیخی بوده تربوزی حاجی الهام خدا خواهد به قریبی خربوزی غفاریان هم میدارد بازار به قریبی منه سبز کرده نباشه بریم تمام خدا خواهد میبرم یه روز این دوستا تربوزی این کجای تربوز آجی خمسنگیر بیا تربوز ارزان شد 3 سومون تربوز شیرین بده اینکی حاجی با چشت مزشه با میفهمه حالا چی کیلو 3 سومون حاجی سومون کرده هیچ چو گرخته اوه ملا صوفی تنورهای ملی فرمایش تنور با اندازه های گوناگون رقم تلفنشون 92 765 98 00 دوستان با ویزیتگاهشون در تنی تنورها موندن که حسد خریدارا باشن اگر با زنگ خریداری همین در داخلش هم میکنی این لوگوی اندازه میساختن تزکر تنور میساختن برای شما همین جیم بزرگ Kuşa bırakın Buston. Evet Buston bir. همین دوستو بر شما از همین جمعه بزرگی یکم چسک کمی هم بود نوار کردیم ویدیو معقول باشه حتما فکر و اندیشه نیک خدا در کامنتاری ها میگذارید دوستان عزیزمون ای باقی سربلند خانواده باشه Buston boşa bırakın Buston. Buston boşa. Evet Buston ne Buston? Evet.